شاید باشه کسانی در این مجلس ما که زن خود را از پدر و مادرش بیشتر و بهتر دوست داشته باشد. هزار زن فدای خاک پای پدر و مادر. پدر و مادر حق زن در جای خود محفوظ است، اما پدر و مادر در هیچ چمن از چمنزارهای دنیا دیگر نمی روید. تو می توانی زن دیگر بگیری، می توانی دیگر بگیری، اما پدر و مادر دیگر پیدا می شود. قدر پدر و مادر را بدان، قدر پدر و مادر را بدان. بسیاری ها هستند ماه مبارک رمضان 15 روز روزه گرفتن، شاید هنوز با مادر خود خفه باشند، شاید هنوز با پدر خود قطع ارتباط داشته باشند، شاید از پدرشان خوششان نیاید. بدانی پدر و مادرت را گناه مریض کرده، پس باید نوازشش بدهی. آغوش گرم تو نوازشش بدهد. باید پدر و مادر را دستش را بگیری.